موضوع که امروزها در رسانه‌های اجتماعی توسط فراری ها گفته میشه گویا نسل کشی هزارها توسط امارت اسلامی در افغانستان جریان داره. این یک کذب محض است، یک دروغ بزرگ است. هزارها در حکومت امارت اسلامی بیش از هر زمانی محفوظ هستند، مسئول هستند. هیچ گونه نسل کشی هزارهای عزیز و مظلوم و زحمتکش و بزرگوار توسط امارت اسلامی در افغانستان جریان نداره و این یک دروغ شاخدار است که از جانب همین فراری ها عقده‌کشایی میکنن. باز از هزارها از زنان مظلوم افغانستان اینا همچنان که استفاده ابزاری کردن استفاده ابزاری میکنن. السلام علیکم.